بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین. اوصاف بلند الهی در دعای جوشن موضوع گفتگوی ما با شما عزیزان، برادران، خواهران، جوانان عزیز، روزه‌دارانی که در سراسر این عالم هستی هر کجا هستید این ساعت و این لحظه رو انتخاب کردید برای شنیدن این بحث ما. عزیزان، یکی از اوصاف الهی که در دعای جوشن آمده اینه: یا ذل عهد و الوفا. ای خدایی که تو صاحب عهد و وفا و عمل به قولت هستی. میدونید که عهد و وفای به عهد یکی از اوصاف بسیار مهم. ما سه جور عهد داریم: عهد با خدا، عهد با مردم و عهد با امام معصوم و ائمه و انبیا علیهم السلام. عهد با خدا بالاترین عهد. خدا تو قرآن میفرماید خردمندان کسایی هستند که همیشه به عهدشون با خدا عمل میکنن. انما یتذکر اولو الالباب الذین یوفون به عهد الله ولا ینقضون المیثاق. کسایی که عمل میکنن به عهدشون با خدا و هیچ وقت پیمانشون رو با خدا نمیشکنن. ما وقتی خدا ما رو آفرید فطرتی به ما داد که این فطرت درش یه عهدی بود، عهد فطری، و اون این که غیر از او رو عبادت نکنیم. در سوره یاسین هست: الم اعهد الیکم یا بنی آدم. آیا ما به شما پیمان نبستیم؟ الله تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین. همون آغاز خلقت به شما یه فطرت پاکی دادیم که طبق این فطرت با خدا عهد داشتید، او رو پرستش کنید. ان اعبدونی هذا صراط مستقیم. دنبال شیطان نرید. وقتی مسلمان هم شدیم یه عهدی با خدا بستیم، گفتیم لا اله الا الله، یعنی هیچ الهی تو زندگیمون نمیاد، فقط خدا. شهادت میدیم به وحدانیت خدا. نماز میخونیم ایاک نعبد، خدایا فقط تو رو عبادت میکنیم. این هم یه عهد به نام عهد شرعی. و سوم، خدا به ما عقل داده. عقلم به ما میگه خدا بپرستید، کسی که خالق شماست. شکر کسی که به شما نعمت داده به جا بیارید. این هم میشه عهد عقلی. پس ما سه تا عهد با خدا داریم: عهد فطری، عهد شرعی و عهد عقلی. خب به این عهدمون با خدا اگر عمل کنیم، خدا یا ذل عهد و الوفا، حتما به عهدش عمل میکنه. خدا یه سری قولایی تو قرآن داده دیگه، گفته شما یادم کن من یادت میکنم، اذکرونی اذکرکم. خدا یا ذل عهد و الوفاست، حتما از شما یاد میکنه. خدا به شرط اینکه ما هم یادمون نره خدا رو یاد کنیم، فراموش نکنیم. ولا تکونوا کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم. از اونایی نباشیم که خدا رو فراموش کردن، خدا اونا رو به خودشون واگذار کرد. فرموده شکر کنید اضافه میکنم، ان شکرتم لازیدنکم. اون حتما عمل میکنه، ما به قولمون عمل کنیم، شکر کنیم. فرموده یاری کنید یاریتون میکنم، ان تنصروا الله ینصرکم. ما یاری کنیم و حتما یاری میکنه. طلب مغفرت کنید میبخشم، ما طلب مغفرت بکنیم، بخشش حتمی است. خدا صاحب عهد و وفاست. قرآن میفرماید چه کسی رو شما وفادارتر از خدا سراغ دارید؟ و من اوفا به عهده من الله. خدا حتما به عهدش عمل میکنه، منتها شرطش اینه که شما هم به عهدتون عمل کنید. چه خوش آن مهربانی هر دو سو بی. وقتی میگه من شما رو کفایت میکنم، توکل کن من کفایت میکنم. وقتی میگه من به شما روزی میدم، افزایش روزی میدم، شما شکر کن او افزایش میده. وقتی میگه من شما رو یاری میکنم، ان تنصروا الله ینصرکم، شما دین خدا رو یاری کن او یاری میکنه. دوم، عهد بین خودمون. وعده هایی که میدیم، قول هایی که میدیم عمل کنیم. میدونید یکی از شاخصه های مؤمن اینه که سه چیز در زندگیش هست: یکی
وفای به عهد، یکی صداقت، یکی امانت. و یکی از شاخصه های منافق و راه های شناخت منافق اخلاقی، حالا نمیگم منافق اعتقادی، چون بعضیا منافق اعتقادی هن. خب اون که کافره هیچ. بعضیا منافق اخلاقی هن، یعنی باورهای خوبی داره اما تو رفتارها و صفات اخلاقیش دو چهره است. فرمود منافق 3 علامت داره. 3 من کن فیه فهو منافق. 3 ویژگی است در هر کسی باشه منافقه. ولو نماز بخونه و روزه بگیره، خیلی عجیبه. ولو صام، روزه بگیره، نماز بخونه، صلا. چیه اونها؟ یکی بدقولی، یکی دروغگویی و یکی هم خیانت به امانت. وقتی حرف میزنه دروغ میگه، وقتی قول میده عمل نمیکنه، وقتی امانت بهش میده خیانت میکنه. پس یکی از نشانه های دینداری وفای به عهده. در روایت داریم لا دین لمن لا عهد له. چرا خدا تو قرآن حضرت اسماعیل رو ستوده؟ میگه حضرت اسماعیل صادق الوعد بود، خوش قول بود. عهد سوم عهد با امام معصومه. ما تو روایتی از امام رضا داریم هر کسی با امامش هم یه عهدی داره و لذا در روایت دارد زیارت امام نشانه عهده، وفاداری به عهده. ما با امام معصوم هم عهد داریم، مگه دعای عهد نمیخونیم؟ تو دعای عهد به امام زمان ارواحنا فدا نمیگیم اجدد له فی صبیحة یومی هذا عهدا و عقدا و بیعتا؟ من امروز صبح دارم با شما پیمان میبندم. پس 3 جور شد عهد با خدا، با مردم، با انبیا و ائمه و امام معصوم. عزیزان من، وقتی کسی عهد و پیمانی میبنده، از مهمترین شاخصه ها و نشانه هاش اینه که به اون عهد و پیمان وفادار باشه. شما تو قرآن نگاه کنید، وقتی صفات مؤمنین رو خدا میشماره تو قرآن جاهای مختلفی که یکیش در سوره مؤمنونه که میدونید این 10 آیه اول سوره مؤمنون رو تو روایت داریم کسی تو زندگیش پیاده کنه اهل بهشته. رسول خدا فرمود 10 آیه بر من نازل شده، من اقامهن دخل بهن الجنه. کسی این 10 آیه رو نه فقط بخونه ها، اقامهن، تو زندگی پیاده کنه، به واسطه این اجرای این 10 آیه تو بهشت میره. چیه؟ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. چند تا صفت رو اونجا برای مؤمنان شمرده. یکیش اینه، مؤمنان کسایی هستند که به عهدشون و پیمانشون عمل میکنن. و جالب، خدا در قرآن لعنت کرده اون کسایی که با خدا پیمان میبندن اما پیمان خدا رو زیر پا میذارن. به شدت یوفون به عهد الله یکی از بزرگترین ارزش هاست، در نقطه مقابلش کسایی که نقض میکنن عهدشون و میثاقشون رو با خدا، اینم یکی از بزرگترین گناه ها شمرده شد. در جنگ احد شهیدی رو روی شتر گذاشتن بیارن به طرف مدینه. همسرش دلش میخواست این شهید در مدینه دفن بشه. اون شهید کی بود؟ عمرو بن جموح. هرچه تلاش کرد حیوان حرکت نمیکرد. آمد خدمت پیغمبر گرامی اسلام، گفت من دلم میخواد بدن همسرم تو مدینه به خاک سپرده بشه، چون شهدای احد تو احد دفن شدن، بعضیاشون هم تو مدینه، بعضیا دوست داشتن شهیدشون رو بیارن بقیع. حضرت سوال کردن شوهر شما وقتی از خانه بیرون می آمد چی گفت؟ عرض کرد یا رسول الله، گفت خدایا من با تو عهد می کنم، پیمان می بندم تا آخرین قطره خونم بجنگم و مبارزه کنم. تو هم به من قول بده زنده و مرده من دیگه مدینه بر نگرد. پیغمبر فرمود همینه، ایشون با خدای عهدی بسته، به عهدش عمل کرده، حالا نوبت خداست، همینجا دفنش کنید. ببینید اون ور قضیه مسلمه. عزیزان من، وقتی شما به خدا قول میدید، خدایا دیگه گناه نمی کنم، نذر میکنید، عهد میبندید، وعده میدید، پای وعدتون بایستید. پیمان شکنی با خدا گناه بسیار بزرگی است. و اینم به شما عرض کنم، تو روایات داریم
یک سری گناهانه که تو همین دنیا انسان عقوبت میشه. اسرع شیء عقوبتاً، یعنی عقوبتش زوده، به آخرت نمیکشه. یکی از اون پیمان شکنی و زیر پا گذاشتن عهد و پیمان هاست. حتی با دشمن، ما تو روایات داریم با دشمن هم اگر پیمان بستید شما نقض کننده نباشید. بله، اگر دشمن به پیمانش عمل نکرد شما وظیفه‌ای ندارید، اما هیچگاه آغاز کننده شکستن پیمان حتی با دشمن هم نباشید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.